آسمون مدینه. پیامبر اسلام به همان اندازه که به مهربانی و گذشت در برابر ضعفا معروف است، به ایستادگی و مقاومت در برابر ظالمین هم مشهور است. در برابر ظلم همیشه وای میستاد. مردم آگاه میکرد از ستمی که داره به این مردم میشه. طرفدار مظلوم بودن و در مقابل ظلم هم ایستادگی میکردن. پیروان پیامبر اسلام معتقدند اگر ایشان امروز هم در بین بشر بود، همچنان حمایتگر انسان‌های مظلوم بود. از مردم مظلوم غزه حمایت می‌کرد. در مقابل اسرائیل و حملاتی که به غزه داره و آمریکای جنایتکار حتما در مقابل اینا وای میساد. قطعاً از خود در واقع مسلمانان میخواست که مبارزه کنن با این کودک کشی. مبارزه‌ای که ملزومات خود را دارد. ما کشورهای مسلمون تعدادمون کم که نیست که قدرت هم داریم. اول از همه خب وحدت بین مسلمانان، شیعه و سنی که دوبالن برای جهان اسلام، باید این دوبال قوی باشن، کنار همدیگر قرار بگیرن و با روش‌های ساده میتواند از سرعت ماشین کشتار صهیونیست‌ها بکاهد. مصنوعات اسرائیل را تحریم کنید اگر غیرت اسلامی دارید. علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.